حاجی وای چقدر من بدبختم، هر روز باید چوب بکنم واسه رئیسم که یکم پول در بیارم، یه دونه خونه هم حتی ندارم. هی سلام. سلام. میخوای کلی پول برنده بشی؟ بله از این کارتو بگیریم. ممنون. برم. خداحافظ. اخ آخش حاجی من چرا اینجا؟ با دل؟ ها؟ اینجا کجاست؟ سلام. سلام بچه ها. چی کار میکنی اینجا؟ به شما هم کارت دادن؟ آره به من هم کارت دادن. کارتی دادم بعد بوش کردم خوابم بود. توجه کنی. پول نکن. در صدا نکن. قوانین بازی ما خیلی ساده است. تا چند ثانیه دیگه بازی شروع میشه و شما میرید در زمین بازی تا بازی رو شروع کنید و اونجا قانون‌های بیشتر بازی رو بهتون توضیح میدیم. یک در رو به روی شماست که شما باید وارد زمین بازی میکنه. شما اون میرید وارد زمین بازی میشید و اونجا قوانین رو بهتون میدیم. خوششانس باشید. اوکی حاجی بنازم. بچه ها بریم حاجی بریم حاجی بریم داخلش ببینیم چی میگن اینا. حاجی یعنی چی؟ این چیه؟ ولی فکر نکنم بازیشون قبل باحال باشه. نه بابا ولی خلاصه که بازیه دیگه، مگه چی میخواد باشه مثلا؟ حاجی مگه چی میخواد باشه؟ الان سر این بازی من قرار میلیاردر بشیم؟ فکر نکنم. نمیدونم. توجه مقررات بازی رو بهتون میگم. وقتی صدای چراغ قرمز رو شنیدید شما باید وایس، ولی اگر چراغ قرمز رو صداش شنیدید و حرکت کردید از بازی حذف میشید. اگر صدای چراغ سبز رو شنیدین شما باید حرکت کنید. تکرار کنم، وقتی صدای چراغ سبز رو شنیدید حرکت کنید. وقتی صدای چراغ قرمز رو میشنوید باید وایس. اگر حرکت کنید شما از بازی حذف خواهید شد. خوش شانس باشید. اوکی حاجی خوبه. ببین من یه جاشو گیر کردم. الان منظورش از حذف میشید چیه؟ میگن که برید از بازی بیرون بکنم، مثلا میگن بازیکن یک بازیکن. آره حاجی شاید اینجوری. ولی حاجی من یکم ترس دارم وقتی واسید اگه یکی بخواد ما رو بکشه چی؟ ببین اگر ما رو بخوام بکشن ما کلا از بازی حذف میشیم. منظورشون اینه که ما بخوایم بازی حذف شیم یعنی اینکه کلا از دنیا هم خارج میریم دیگه. بعد حواسمون رو جمع کنیم. حاجی شروع میشه. حاجی فکر نکنم. 5 دقیقه زمان دارید. 5 دقیقه زمان دارید و اگر زیر این 5 دقیقه 2 دور بازی رو تموم نکنید شما حذف خواهید شد. اوکی 2 دور باید بازی. اوکی 2 دور آخه. اوکی چراغ سبز چراغ قرمز چراغ سبز چراغ قرمز چراغ سبز چراغ قرمز چراغ سبز چراغ قرمز. یس حاجی من تموم کردم. چراغ سبز یه دو برگرد. چراغ سبز چراغ قرمز چراغ سبز چراغ قرمز چراغ سبز چراغ قرمز. تمومش کردم. چراغ سبز چراغ قرمز چراغ سبز. یس من تموم کردم. تمومش کردیم. بازی اول رو همتون با خوششانسی برنده شدید. حالا برگردید به لابی اصلی. بچه بریم ببینیم چی حاجی بزن بریم. اوکی اینجا الان چیزی میگن الان به ما. توجه فرمایید که اون که طلایی که بالای سر شماست پر از پول شده.
و شما هر چقدر بازی های بیشتری رو انجام بدید شما پولای بیشتری میبرید. یعنی به صورت مساوی بین 4 نفرتون تقسیم میشه. این واقعا خوبه. یعنی به هر کدومتون 64 عدد دایموند داده میشه. اگر مایلید که ادامه بدید این بازی ها باید چند تا بازی دیگر هم انجام بدید. فقط مراقب باشید که از بازی حذف نشید. در این صورت سهم شما به کسی دیگه داده میشه. بچه ها اوکی حاجی یعنی اگه حذف بشیم حتما تمام. بابا نه حاجی شما که نمیخواین همدیگه رو شما که نمیخواین ما همدیگه رو بکشیم ها؟ نه برای اینکه بتونید رأی خودتون رو ثبت کنید شما میتونید رأی بدید که میخواید داخل بازی بمونید یا نه. برای همین چند تا کاغذ به شما داده میشه که روی اون نوشته شده که ادامه میدهم ادامه نمیدهم و اون رو داخل حافظی بدید. اون رأی‌ها داخل اون صندوقی که اونجا هستن. اگر دوست دارید بازی رو ادامه بدید اون کاغذی رو بردارید که ادامه میدهم و اگر هم دوست نداشتید به بازی ادامه بدید کاغذ رو ادامه نمیدهم بردارید. اوکی حاجی بزن بریم اوکی بریم برداریم بزن بریم حاجی من که میخوام حاجی من ادامه میدم. منم میخوام ادامه بدم منم میخوام ادامه بدم. اوکی من واقعا پول بیشتری میخوام به جای 64 استک دیگه من خونم به درد خرابه. نمیخوره بالاخره باید یه خونه بخرم. منم باید یه خونه قشنگ من خونم توی یه خونه خوب باید بخرم کوه. آره ادامه میدم. اوکی بذارش داخل هاپر گفته بودم بندازش داخل هاپر. حاجی من میخوام برم یکم دراز بکشم فکر کنم بازی بعدی فردا باشه ها آره فکر کنم اعلام کنم وایسید بچه‌ها ببینید اعلام میکنن توجه کنید که رأی‌های ادامه میدن هم بیشتر بوده و بازی بعدی تا چند روز دیگه درست میشه و شما میتونید برید بازی بعدی رو هم انجام بدید. توجه فرمایید که شما بعد هر بازی حق رأی دارید که ادامه بدید یا ادامه ندید. شب خوبی رو داشته باشید. خدا. اوکی آقا بخوابیم شب بخیر